اینجا قصد داریم نرم افزار نصب آموزش نصب نرم افزار ایده جدول رو داریم. خب توی این مرحله فایل اگزه منزل اجرا میشه و شروع به نصب خواهد شد. خب این ورژنی که الان در حال نصب ورژن 11.1.3 است که با زدن نکست به مرحله بعد میریم. در این قسمت آدرس محلی که قرار نصب بشه داده میشه. در مرحله بعد بحث این که این تمام این اگزه کامپلیت نصب بشه یا نه کاستم فقط بحث آیدی نه، چون بین همراه نرم افزار یک وبلاجیک نصب میشه. میتونیم در قسمت کاستم وبلاجیک رو نصب نکنیم. خب این مسیری که میدور هوم هستش در واقع یا اون وبلاجیک سرور اینجا آدرس ای شده و میتونیم ما مشاهده کنیم. خب این دسترسی تمام یوزرهایی که تو ویندوز وجود داره اینجا نشون داده میشه، این که فقط برای همین لوکال یوزر باشه. خب آل یوزر انتخاب میشه و نکست داده میشه. و در این قسمت هم که حجم میزنه نرم افزار و محل آخر هم که نصب نرم افزار هستش که مدتی طول میکشه. و در پایان پیغام نصب کامل رو میده به ما و گزینه دان رو میزنیم.